خب تماشاگران گرامی، چنانکه شما میدانید این برنامه سفره سینما از منظور شما و چون هر وقت ما تنها نیستیم و در این برنامه ما یک چند مهمان های خاص از کشورهای گوناگون حضور دارند و اینک مهمانی نوبتی ما رسا جان هستند. رسا جان، شما رو خوش آمدید میگویم به تاجیکستان و به تلویزیون سینما. بله، یادآور میشویم که رسا روزمری یعنی از دولت کانادا و تاجیکستان آمدند در عرفه جشن نوروز. بار دیگر شما رو خوش آمدید میگویم به تاجیکستان بهشت‌آسا. سلامت باشین. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همکار بسیار زیبای شما و خدمت بیننده های تلویزیون سینما. یعنی رسا هم شعر می نویسند، شاعر هستند، هم سراینده هستند و چندین هنرهای زیبای دیگر دارند که البته ما در برابر جشن نوروز از این هنرها نیز صحبت خواهیم کرد. خب بیاید نخست در باره جشن نوروز شما حرف بگویید. یعنی نوروز از نگاه شما، این سفر دوم شما است. سفر گذشته نیست، در عرفه جشن نوروز بود. یعنی شما دیدید که در تاجیکستان چگونه نوروز را جشن میگیرند؟ سفر قبلی که ما آمدیم هنوز نوروز نشده بود. ما متاسفانه یعنی تا نوروز علاقه شما رفتید؟ بله نوروز که شد دیگه ما متاسفانه رفتیم و نوروز تاجیکستان نبودیم، ولی امسال خواستم که نوروز در تاجیکستان باشم و این اولین نوروزی باشه که من در تاجیکستان تجربه میکنم. جزو رویاهای من بود که نوروز تاجیکی رو اینجا تجربه کنم. نوروز امروز جشن فرامیلی است، یعنی در یک قطار دولت‌های دنیا این جشن رو تجلیل میکنن، یعنی جشن میگیرن. خب امروز کدام ویژگی‌های نوروز برای شما پسند است؟ نوروز برای من کلاً گردگیری داخلی و خارجیه. یعنی گردگیری که محیط خانه‌ای که در روز زندگی میکنیم و گردگیری و خانه تکانی دلهای ما. هر کدورتی که داریم، هر ناراحتی که داریم، از حالا دوست، آشنا، از فالوورها و علاقه‌مندای خودمه، ناراحتی ها رو دور میریزیم و به نوروز یک شکل زیباتر میدیم. حالا هر چیزی که هست، هر مشکلی که با دیگران داشتیم و دیگران با ما داشتن، یک تازگی پیش میکنیم، یک تازگی پیش میگیریم که تمام دلخوری ها او طرف بشه. خونه منزل خود خونه تکونی میکنیم، فرشون و پرده اینو، یک خونه تکونی کامله. بله، این همه رسم و آیینی که شما گفتید، خونه تکونی و دیگر، یعنی این در افغانستان بود یا در خود کانادا نیز میکنن این جشن؟ در هر جا، در افغانستان که من البته یک نوروز در افغانستان گذراندم و هم در کانادا همچنان. این شکل نیست که چون ما افغانی هایی که در کانادا زندگی میکنن دیگه هیچ نوروز نداشته باشن یا مثلا همون رسم و رسوم فراموش کنن، کلا خارجی شده باشن. نه، اونجا هم ما نوروز داریم. اونجا هم سفره 7 سین هست، سمنک هست، سبزه هست، عید و بازدید هست، فندق و آجیل و شیرینی هست. یعنی بزرگی نوروز هم فریده میدونید در چی است که در همه جا یعنی با یک نام است، نوروز است، با همون یک رسم و آیین است. ولی همون 7 سین و 7 و شهروندان کانادا به این خانه تکانی و 7 سین چگونه مناسبت میکنند؟ والا برای اونا خیلی جالبه. من خودم بنده تا 3 سال گذشته البته به مدت 7 سال در کانادا، هر سال عید که میشد ماشینم به مدت 13 روز، از روز عید نوروز تا روز 13 که ما 13 بدر میگیم، 13 نوروز، ماشینم مثل ماشین عروس گل زده بود. اگر خیابون چرخ میزدم، سوپرمارکت میرفتم، بازار میرفتم، همه ماشین من رو نگاه داشتن و پشت ماشین خود می نوشتم که نوروز مبارک و میدونستن که یه جزو رسم و رسومای ما هست با سبزه‌ای که پشت ماشین میگذاشتم. من به اون شکل به مردم خارج از کشور یعنی توجه اینا رو جلب میکردم و خیلی تعداد خیلی زیادی میآمدن درخواست میکردن که با این ماشین عکس بگیرن. این چیزی که برای من خیلی جالب بود. بله، خب در تاجیکستان یعنی این سفر دوم شما است، چون که ما گفتیم در پیش، یعنی چی چیز برای شما بیشتر پسند آمد؟ در سفر قبلی که ما داشتم سال 2018 متاسفانه قادر نشدم که بیشتری جاهای دیدنی تاجیکستان ببینم. به همین خاطر این دفعه برگشتم که هم از نوروز لذت ببرم، هم نوروز داشته باشم اینجا با مردم خوب و مهمان نواز تاجیکستان و همین که جاهای دیدنی رو ببینم. من حتی اوقات نام جاهایی که اینجا هست اوقات زیاد نمیدونم، فقط یک چیز در مورد تاجیکستان میدونم، او همین هست که تاجیکستان بام جهانه
و این برای من کفایت میکنه که من اینجا بیام و امسال نوروز اونجا بگذرانم. بله، شما تنها بهتره. آمدید یا همراه کسی آمدید؟ همراه خانواده آمدم و به همراه نامزد خود انشالله شاید یک روز مهمان برنامه شما بشن. ایشون هم خواننده هستن و آوازخوان هستن و قبلا تنها هنرمند بودم، الان یک زوج هنری هستیم. بله، خیلی هم خوب. سلامت باشید. بله، ما باوری داریم که در برنامه‌های آینده شاید دعوت میکنیم نامزد شما رو و یک برنامه خوب هم میکنیم، شاید با شما یک جا حتما، چرا که نه، حتما بگذار باشد. بیاید درباره لباس ملی تاجیکستان حرف زنیم. خب شما در مدت این چند روزه که بودید الکی در چشم شما وانمود که لباس ملی تاجیکی چگونه است، رنگ و رنگی اون زیبایی، نمیدونم شاید برای شما پسند آمد؟ لباس ملی تاجیکی که خیلی زیباست و خیلی رنگ ها و دیزاین های مختلف داره، اینقدر که ما یک کمکی چی میگم، ما کنفیوز میگیم، گیج میشم در اینکه کدوم رنگ انتخاب بکنم، مدل چی شکل باشه. حتی من بازار رفتم پارچه دیدم، ولی اینقدر رنگ ها زیباست، اینقدر این دیزاین و نقش هایی که در این پارچه داده شده اینقدر زیباست که من دوست داشتم که همه رو داشته باشم، ولی خب نمیشد که همه رو داشته باشم. بله. باز هم یک دو رنگ پارچه انتخاب کردم، دادم که خیاط برای من درست بکنن. امیدوارم که به عید نوروز آماده بشه و خیلی دوست دارم که حداقل برای اولین بار یک لباس تاجیکی در عید به تن داشته باشم. برای خود من خیلی زیبا است. خیلی تشکر. خوب راستا جان، حالا ما درباره لباس ملی و جشن نوروز صحبت کردیم و اینک می‌خواستیم درباره خوراک‌های ملی نوروزی صحبت کنیم. شما کدام خوراک‌های ملی نوروزی را می‌دانید؟ شاید در کانادا از آن می‌پختید؟ من خود نپختم تا حالا، خانواده من میپختن. سمنک میپختن و شب تا صبح میرفتن کفگیر میزدن. حتی مادر من یک بار دست لاس سوخت در کانادا، بله، سر همین سمنک درست کردن و زحمت زیادی میکشن تا یک سمنک خیلی لذیذ و خوشمزه برای نوروز درست بکنن. و ما سفره 7 سین داریم که 7 میوه هست که با 3 شروع میشه، میوه، سبز، سمنک، سنجد، سماق، این جور چیزا که بر سفره میگذارن باید 7 دانه باشه. و در افغانستان 7 میوه هست که اون میگذارن. به فکرم یک هفته قبل از روز نوروز 7 میوه درست میکنن. من در تاجیکستان هنوز زیاد نمیدونم که چی هست دقیقاً غذاهای نوروزی، نه، ولی سمنک میدونم که غذای اصلی نوروز هست اگر اشتباه نکنم. نه اشتباه نمیکنید. البته سمنک این رمز بهار است و ما خیلی در حیرت هستیم که در کانادا هم از شب تا روز همون سمنک رو میپزند. چون گفتیم نوروز این جشن همگان است، جشن بشر است و خیلی امروز فراگیر شده است و یکی از خصوصیت‌های خاص نوروز این دوستی و رفاقت است، این مهمان نوازی است. چون امروز رسا مهمانی برنامه ما هست، یعنی مهمانی سفره سینما است، مهمانی تلویزیون سینما است. ولی بار دیگر شما رو خوش آمدید میگیم البته با تاجیکستان بهشتیوسا و باور داریم که این سفر شما نیک باشد و چندین کلیپ ها هم در اینجا شما ثبت کنید و از این هم از زیبایی ها استفاده کنید. خوب بیاید در این باره پیراهن نوروزی خود، بله، سرود نوروزی شاید هست همین گونه نقشه. دقیقاً این نقشه ما قبل از اینکه بیایم اینجا یک هفته قبل از سفر به تاجیکستان ما پلن کردیم، نقشه کردیم، با دایرکتور هم صحبت کردیم. اگر کسی در تاجیکستان بیایه هنرمند باشه و زیبایی های تاجیکستان از مناظر باستانی اینجا ویدیو نگیره و ویدیو کلیپ نکنه، به نظر من یک چانس خیلی خوب از دست داده. بله واقعا چنین است. خب شما شاعر هم هستید، خیلی شعرهای خوب نیز می نویسید، چون در برنامه قبلی شما یک شعر خیلی هم خوب نیز قرائت کرده بودید برای بینندگان ما و به همگان پسند نیز آمده بود. شاید حالا نیز چیزی قرائت میکنید شعر؟ ممنون از لطف خیلی زیاد شما. من خودخور یکی از شاعران خیلی خیلی کوچیک دنیای هنر میدونم، شاگرد شاعران بزرگ هستم. بله، چرا که نه، هر سال از این سال به این سال ما کل شعر می نویسیم. حالا یگانی برای خود ما هست، بعضی های برای دیگران که میخوان اونا رو آهنگ بکنن. چرا که نه، اگر خواسته باشیم برای شما شعری هم خواهم خواند. تعداد شعرهایی که نوشتم یه مقدار زیاد هست، به همون خاطر شعر در حافظه ما نمیمونه، به خصوص که آوازخوان هم باشی، به همون خاطر از روی ورق برای شما میخوانم. میشه دنیا رو نوشت بی خیال سرنوشت، میشه کرد هر کار زشت آخرم رفتش بهشت. میشه دلها رو شکست به کسی هم دل نبست، میشه که عاشق نبود
مال دنیا رو بود. میشه که خائن شد و شب با اون صبح با تو بود. میشه که بی پرده شد، بی خدا و بنده شد. میشه مثل یاغیا روبهی درنده شد. میشه که جنجال کرد، بی جهت فریاد کرد. میشه با چند تا دلار زندگی آوار کرد. میشه که آدم فروخت یا که لب بر جمله دوخت. میشه این و میشه اون، میشه که زد به جنون. میشه ها دست منه، دست تو، دست همه. میشه که عاشق شوی، بنده ای لایق شوی. میشه یک انسان بود، با تو از خوبی سرود. میشه پیش حق تعال سربلند از سجده بود. تشکر زیاد. خیلی هم شعر و خوب قرائت میکنید. همه ما رو تحت تاثیر قرار داده. تشکر. خب نوروز یعنی یک جشن خیلی هم فراگیر است و نوروز یک جشن فیض و برکت، جشن احسان است، جشن یک زیبایی است و در نوروز یک رسم و یکی از رسم های توجیکان همون است که یعنی ملکه نوروز میگن در برابر بابای دهقان، یک ملکه نوروز میگن، ملکه بهار یا ملکه نوروز. عموما در شما نیز هست است. یعنی نوروز با زن باز هم بستگی دارد، پیوستگی دارد، چون نوروز هم جشن زیبا است، چون در فصل زیبای بهار است، زن نیز زیبا است. خب نوروز و زن، یعنی نوروز و شما. اصلا به نظر من نوروز بدون زن نوروز نخواهد بود. یعنی شما تصور کنین که شما نوروزی می داشتین بدون زنها، فقط آقایون می رفتن نوروز تجلیل می کردن. یعنی این معنا نداشت. شدنی بود، نشدنی هست. بعد ایشون هم خانم هستن. به نظر خود من خانم ها نقش بسیار بسیار بیشتری در نوروز دارن. خانه تکانی خانم ها میکنن، سمنک خانم ها درست میکنن، بچه داری خانم ها میکنن، لباس نو به تن کودک ها و تمام اعضای خانواده خانم ها میپوشانن. یعنی او چی که به نوروز مربوط هست مربوط به خانم ها میشه. سرود سمنک رو خانم ها میخوانن. دقیقاً همه چیز مربوط به خانم ها میشه و خانم ها هستن که مثل نوروز یک نوآوری، یک بهار، یک زیبایی به خونه و خانواده میارن. آقایون فقط خود خور به خانه میارن، چیز دیگه نمیارن. بله واقعا چنین است. خیلی هم فریده رو میبینم که افتخار میکند از این سخن ها، ولی خاموش است. البته چون ما رمز بهار هستیم، بهوده رمز نوروز رو بهار نمیگن. ملکه شما خیلی که خودش مو مسرور قید کرده، ملکه نوروزی است، رمز بهار، رمز نوروز و البته این معنی رو دارد که نوروز بزن. خب دیگر من چیزی نمیگویم چون شما دو نفر هستید، من تنها هستم، دیگر چیزی گفتن نمیتونم. نه بدون شما هم نمیشود. بله بله واقعا درست. خب کمی هزل بود البته اینجا. و عموما در تاجیکستان این زمان نیت هست که کدام سرودها رو کلیپ کنید شما؟ سرود نو هست، سرود رقصی هست، خیلی زیاد آرامیه، از اون جایی که استایل کارم کار آرام هست، ولی تصمیم گرفتیم که کار نو درست بکنیم و با یک استایل کمی رقصی تر و شادتر. البته آهنگ های نو ما و ویدیو کلیپ های ما به همراه نامزد ما هست. تصمیم گرفتیم از بعد کارهای دوگانگی بیشتر درست بکنیم و اگر اشتباه نکنم تصمیم ما عوض نشه 2 کار هست که اینجا ثبت میشه و رکورد میشه، انشالله که از تلویزیون شما هم پخش خواهد شد. حتما. خب تا زمانی که تاجیکستان رو یعنی با چشم سر ندیده بودید، یعنی از نزدیک نه آمده بودید، چگونه تصور میکردید؟ یعنی در تصورات شما تاجیکستان همچون یک کشور چگونه بود؟ تاجیکستان خب قبل از اینکه ما بیایم این صحبت 4 سال گذشته بود. در یوتیوب زیاد سرچ کردم و دیدم ویدیوها که چقدر زیبا هست، جاهای دیدنی هم داره، جاهای باستانی خیلی زیبایی داره که من عاشق جاهای باستانی هستم، عاشق جاهایی که گذشتگان ما در او آمدن، رفتن، گذر کردن و رد پای از اونها هست. اینجا خیلی دوست داشتم که بیام اینجا رو ببینم و یه چیز خیلی بهتر و چشمگیرتر برای من همین لباس بود، سنت ها بود، رقص های خیلی زیبا بود که وقتی یک آوازخوان میخوانه چند تا رقصنده با رقص خیلی سنتی که برای من اصلا غیر قابل تصوره که من یک روزی بتونم رقص انجام بدم، ولی دیدم که به چه زیبایی با حرکات دست و پا این رقص رو انجام میدن و یک شکل زیباتری به او آهنگ میدن. یعنی وقتی یک آوازخوان داره او آواز رو میخونه و سرود رو اجرا میکنه، او رقصنده با او رقص زیبای خود مفهوم او آواز بیشتر به دل بیننده جا میکنه. برای من اینا خیلی جالب بود. خب بغیر از دوشنبه شما در دیگر جاهای تاجیکستان بودید یا نه؟ هنوز نه.
هنوز نه، ولی میرم حتما. به شما قول میدم که خیلی جاهای شما زیاد کلیپ های خود رو در کجا نقشه دارید ثبت کنید؟ در دوشنبه یا شاید در جاهای بوستونی؟ نه، در دوشنبه یک قلعه خیلی زیبا دیدم. شاید خارج از دوشنبه قلعه حصار است. بله بله بله، یک قلعه خیلی زیبا بود. یعنی همشفت شهر دوشنبه است، خیلی نزدیک است. خب من در جی پی اس هنوز زیاد بلدی نشدم به تاجیکستان، ولی حتما اون قلعه در فکر دارم. دیدیم ویدیوهایی هم دیدیم در اون جایی که یک جای دیگه هم که در یک سالن سنتی باشه، صرف فقط از جاهای رنگ ها و دیزاین های سنتی تاجیکستان باشه ما استفاده کنیم. بهترین. بله خیلی هم خوب. خب بار دیگر سپاسگزاری میکنیم از شما که دعوتی ما رو پذیرفتید و باز هم با حضور خویش البته یک صحبتی خیلی هم جالب بود و برنامه ما رو من باوری دارم که خیلی رنگین نمودید. البته دوستان عزیز به شما نیز بار دیگر نوروز عالم افروز را مبارکباد میگوییم و با شنیدن یک سرود زیبا از طرف مهمانی برنامه ما رسا روزمری برنامه سفره سینما رو ادامه میدهیم. نوروزتان مبارک.